1200 اندی خانواده تحت پوشش داره و به اینها هم الحمدلله خوب رسیدگی می شود. تأمین جهیزیه نیازمندان به ویژه نیازمندان روستایی از دیگر شاخصه هایی است که جمعیت خیریه نوبر تبریز سالهاست در آن شاخه فعالیت دارد. شوق آغاز یک زندگی نو، بهار زندگی مشترک، با غم نداشتن جهیزیه در هم می‌آمیزد و اشک را به چشمان نوعروسی می آورد که تو می توانی با این بخشش و احسان ارزشمند سفیر مهر و شادمانی در خانه کوچک تازه‌اش باشی. لوازمی که حامل نیت خیر تو و مژده رسان یک آغاز شیرین است، آغازی که در آن عروس و دامادی تازه دعاگوی توست. روی فرشی می نشینند که تو احسان کرده ای، با ظروفی غذا می خورند که تو بخشیده ای، زندگی می کنند و تو را یاد می کنند خیر بزرگوار، تو که شادی را به یک زندگی نو هدیه کرده ای. ساخت 40 باب مدرسه در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم آذربایجان شرقی و خرید 300 باب واحد مسکونی برای نیازمندان فاقد مسکن از دیگر فعالیت‌های جمعیت خیریه نوبر تبریز در سالهای اخیر بوده است. این مجتمع مسکونی 96 واحدی هم توسط این جمعیت احداث شده و با شرایط و تسهیلات قرض الحسنه واگذار شده است. یکی دیگه از شاخه‌های این مؤسسه امورات فرهنگی است. یک مرکز مطالعات، تحقیقات و انتشارات باقرالعلوم علیه السلام هست که اون یک ساختمان میراثی بسیار زیبا و مناسب با کتابخانه در اوایل راستاکوچه جنب مسجد چلچتتی آنجا اونم داریم که انشاءالله به این زودی آنجا هم افتتاح میشه. جمعیت خیریه نوبر تبریز جهت انجام وظایف فرهنگی خود اقدام به تأسیس بنیاد مطالعات، تحقیقات و انتشارات حضرت باقرالعلوم نموده است. این بنیاد مجهز به کتابخانه غنی در 1000 متر مربع جهت ارائه خدمات فرهنگی به آحاد جامعه و اهل فکر و فرهنگ می باشد. اما مهمترین شاخه‌ای که جمعیت خیریه نوبر تبریز را بزرگترین تشکل خیریه مردم نهاد ایران در بخش سلامت معرفی کرده، ساخت مراکز متعدد درمانی توسط این جمعیت بوده است. روی احساس نیاز ما یک بیمارستان 300 تختخوابی روانی به نام حضرت امام حسین السلام در بیمارستان روانی اون بغل بیمارستان روانی رازی ساختیم که اون در نوع خود بی‌نظیره. این همان بیمارستان است، یک بیمارستان 300 تختخوابی برای تأمین نیازهای بیماران روانی. Neçədən
uşağım var. 2 dənə. Burada yetişirlər belə. علاوه بر ساخت این بیمارستان روانی توسط جمعیت خیریه نوبر تبریز، بیش از 1000 بیمار روانی و خانواده آنها تحت پوشش خدمات دارویی و حمایت‌های مالی این جمعیت قرار دارند. Əsəblar, rəvanıdır da kollən. İndi 16 ildir, biliyorsunuz, 15 ildəki yox bətər. Nazir, ənam verəcəm ha. Əgər çəkməsən, təzə yer olmasa ənam verəcəm. Görmür. Yox, da çəkmir. Xərcimiz elə hacı aydana köməklik elə. Ayda 7-ci əməcə. Heç ondan dəramətimiz yoxdur. Bunun davalarını xərcində elə. Elə hacı özləri, bəli. Evi necə? Bu evi kim alıb? Bu evi hacı özləri alıbdır. 3 ildir. İndi hacı bəli deyib elə nədir biz varıq, burada əyləşin. بیمارستان 120 تختخوابی جنرال زنان مرکز درمانی دیگری است که جمعیت خیریه نوبر تبریز بانی ساخت و تجهیز آن بوده است. این بیمارستان به نام دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نامگذاری شده است. این مرکز مجهزترین و تخصصی ترین مرکز درمانی نوزادان نارس در شمال غرب کشور نیز می باشد. یک بیمارستان سوم به نام امام حسن مجتبی علیه السلام، بیمارستان سوانح و سوختجی در محوطه بیمارستان سینا. قبل از ساخت این بیمارستان در منطقه شمال غرب کشور بیمارستان مستقل و ویژه‌ای برای سوانح سوختگی وجود نداشت. اما با ساخت این بیمارستان که مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی و بخش‌های تخصصی ویژه درمان سوختگی هاست، همکنون آسیب دیدگان سوانح سوختگی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل و زنجان از خدمات درمانی آن استفاده می‌کنند. یک بیمارستان کلیوی بسیار مجهز، با چنین کیفیتی که از اول تأسیس تا حالا همیشه رتبه اول را داره، درجه 1 به نام حضرت امیرالمومنین.
بیمارستان خیریه امیرالمؤمنین تبریز از سال 1374 فعالیت خودش آغاز کرده است. این بیمارستان دارای بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی جراحی توراکس، جراحی سیستم گوارشی، جراحی اورولوژی، جراحی زنان و زایمان، بخش‌های داخلی و عفونی. بخش همودیالیز این بیمارستان بزرگترین بخش در حقیقت شمال غرب کشورمون می باشد، با بیشترین تعداد بیمار و با مجهزترین دستگاه‌های همودیالیز و سیستم RO. 6 ildir burada diyaliz oluram, həftədə 3 dəfə. من تقریبا 30 سال دیالیز میشه. Burada xədəmata pul alır. Heç zədə olmaz. Hamısı rahat. بیماران همودیالیزی در پایان هر جلسه دیالیزشون که هفته 2 تا 3 روز می باشد، از یک وعده غذای گرم و بهداشتی استفاده می نمایند در این بیمارستان. اینقدر هزینه‌ها با کمک‌های مردمی تأمین میشه. اینا رو مردم کمک میکنن. بی تردید آنچه در این مجال اندک به نمایش درآمد تنها گوشه‌ای از خدمات خالصانه خیرین پاک نهاد و محسنین نیکوکار است، آنان که به شکرانه سلامت و ایمان دست نیازمندان را میگیرند تا توشه‌ای باشد برای آخرتشان. اما تداوم این حرکت خداپسندانه نیاز به یاری همه انسان‌های خیر دارد. در اینجا از خیرین محترم و آنهایی که خیر نیستند ولی متمکن هستند، آنهایی میخوایم که بیان خیر بشن، کمک بکنن. اگر ما درآمد بیشتری داشته باشیم لابد فعالیت منم زیاد میشه.